به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. مثلی هست که میگه قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. این مثل در یکی از حکایت‌های گلستان سعدی آمده. عین حکایت تقدیم حضور شما بزرگواران. پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست. غلام دیگر دریا را ندیده بود و محنت کشتی نیازموده. گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش اوفتاد. چندان که ملاطفت کردند آرام نمی گرفت و عیش ملک از او منقص بود. چاره ندانستند. حکیمی در آن کشتی بود. ملک را گفت اگر فرمان دهی من او را به طریقی خاموش گردانم. گفت غایت لطف و کرم باشد. بفرمود تا غلام به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد. مویش گرفتند و به پیش کشتی آوردند. به دو دست در سکان کشتی آویخت. چون برآمد گوشه‌ای بنشست و قرار یافت. ملک را عجب آمد. پرسید در این چه حکمت بود؟ گفت از اول محنت غرق شدن ناچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمیدانست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. ای سیر، تو را نان جوین خوش ننماید. معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. فرق است میان آن که یارش در بر تا آن که دو چشم انتظارش بر در.